السلام علیکم. زندگی نام دیگر مشکلات است. اگر در زندگیتان استرس و پریشانی است و راه بیرون آمدن از این مشکلات برایتان سخت است، این وظیفه و ذکر را یک بار امتحان نمایید. احساس آرامش برایتان دست می دهد. کسی که قلبش بغض و دلتنگی گرفته، ناراحتی که حتی قصد ضرر به خود و یا دیگران را دارد. زمان اتفاق میفته که قلب انسان تاریک شود. هر دقیقه قهر و غضب بالای آنها غلبه نماید. خواب و آرامش شب را از دست بدهند. خوابهای بد و کابوس ببینند. پس روی این همه مشکلات با ذکر دو نام خداوند جل جلاله می باشد. اگر به یقین کامل انجام دهید، یقین دارم که به آرامش خواهید رسید. انسان تنها با ذکر خداوند روشن می گردد و آرامش پیدا می کند. پس زمانی که آرامش در ذکر و یاد خداوند است، پس زندگی خود را به بهشت تبدیل نمایید. و زمانی که قهر و غضب بالای شما غلبه نماید، 3 بار بگویید لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. درک می کنم زمانی که قهر و غضب بالای انسان غلبه نماید، هیچ چیزی دلش نمی شود و هیچ کاری را نمی خواهد انجام بدهد. و این فکر کنید که قهر و غضب از جانب شیطان است و شیطان انسان را وسوسه می کند، تحریک می نماید و چشم آن را کور می سازد. خوب و بد را تشخیص دادن نمی تواند و کاری می کند که حتی نمی توان خود را کنترل کرد و کاری می کند که عواقب خیلی خطرناک دارد. پس به خاطر پناه بردن از این همه و خداوند، ذکر خداوند را به یاد داشته باشید تا مورد کرم خداوند قرار گیرید و با گذشت از این امتحان کلید بهشت را به دست بیاورید. که امروز برای شما معرفی می نمایند و وظیفه خیلی آسان است. انجام آن می توانید به آرامش قلبی برسید. طریقه وظیفه طوری است: شبها قبل از خواب دست خود را بالای قلبتان بگذارید و با تمام فروتنی قلب و ذهن خود را تسلیم خداوند نمایید و تا وقتی که خوابتان می برد 2 ذکر نام خداوند جل جلاله را بکنید و بارها بگویید یا بایسو یا نور، یا بایسو یا نور، و به خلقت خداوند و قدرت خداوند تفکر نمایید. انشاءالله خداوند رحم خود را بالای شما خواهند کرد و با آرامش خواهد رسید و زندگیتان مبدل به بهشت خواهد شد.